چطور است که کار دیگه کنیم؟ خود چی کار کنیم؟ حالا بریم دیگه. ها سیفدا بعداً بریم چطور؟ نه که ریشخندی میکنی. نه ریشخندی نمی کنم. بعداً میریم. اما دفعتن چی شد؟ چرا منصرف شدی؟ اونقدر تیاری گرفتم حیف میشه. حق داری، اما وعده است. ببین دفعه دیگه میریم، درست است؟ درک نمی کنم دفعتن چی تغییر کرد؟ اگه جایی نمیریم پس من پیش توکچه میرم. سیفدا برات اجازه نمیدم. پیش توکچه مکچه رفتن نمیدم. نه آقای محترم، میرم خوب سیام میرم. باز ببین آی استاد شو سیفدا. استاد نمیشم چون که اول مرا گفتی تیار شو، بعدن حالا میخوای دوباره خانه ببریم. یک دفعه یک رقم هستی، دفعه دیگه رقم علی. صحیح است، معذرت میخوایم. حالا صحیح شد؟ معذرتت رد شد. سیفدا حالا لطفاً. هیچ قدرت مرا در خانه تو بردن نمیتونه. اما گپ کلان میزنی. بیا. بله گپ کلان میزنم چون که حق بام است. یک دفعه یک چیز میگی، دفعه دیگه چیز. من نخدا یک تیار کردم. حالا اوف. توبه اینو رو ببین. وای مولا علی دختره گپ داده. ببین برون خوردن میریم، فقط امروز نه، درست است؟ پس چی وقت میریم؟ وقتی که من تو را برون خوردن دفعه دیگه اگه خودتون بخوای باز من نمیرم، فهمیدی؟ از کسی که نمیدونی بده. از آیسکریم خوشت آمد؟ مزه‌دار است. تو چطور؟ خوش مام آمد. اما فکر کنم خوشت نامده، کمک میخوری. باید متوجه اندامم باشم. من چه قسم یک آدم هستم؟ ایگه پس کجا شد خدا داد؟ بگو دیگه نه؟ یک آدم ساده استی. تو هم یک دختر ساده استی. ساده، پاک، تمیز. من از تو زیاد خوشم آمده. در سابقه یک دخترک بود را زیاد دوست داشتم، اما او من قسم ساده بود. ساده و ساده. بعدن مرا ترک کرد. چرا ترکم کرد؟ چرا مرا ترک کرد؟ بگو نه؟ تو هم کدام روز مرا ترک میکنی؟ خدا داد بیبی، من نمیخوایم که تو را ناامیدوار بسازم. از خاطر من باید برم. تو هر چیزا بسیار زود غلط درک میکنی. اما هنوز آیسکریمت خلاص نشده. تو هم میری. تو هم مثل او دختر سابقه مرا اعلام میکنی میری. چرا هیچ کس مرا دوست نداره؟ چرا مرا ترک کردن میره؟ او هم وقت میرفت همه قسم در خورد مرا سیل کرد. اینا دیگه بیخی از حدشان گذاشتن. در روز روشن، در روی سرک، دست به دست، بغل در بغل میباشن. اخلاق منطقه را خراب کردن. باید رفته پرسان کنیم. میپرسیم اینقدرم نباید دیگه از حد بگذرن. آقا ایگار، اینجا همگی پشتش گپ میزنن. فکر میکنم میخواین خانه مولا علی برن. خوبش، امیال میایم. وقت مرگت رسیده مولا علی. پیش از اینکه تاکاجی تو را از بین ببره، اعتبارت از بین میره. خانم دیگو، خوش آمدین. ما منتظر شما بودم. چطور هستین؟ میخواستم پرسان کنم پلیسا اونا را دستگیر کردن یا نه؟
مرام شاهد ما گرفتین. ما مزارات خودم میدادم. یعنی من با عامر صاحب اظهارات خود دادم. شاید ماهد ضرورت نشد دیگه. چطور به شاهد ضرورت نشد؟ تو یک چیز میشه؟ نمیشه. راست میگی. یعنی مام نفهمیدم والا. چقدر خوب اینا را پس دوباره جور کردین. من در اینجا بسیار خاطرات دارم. او را چی میگن؟ سر خاطرات مرمی کار نمیکنه. مرمی از سلام علا از کلش نفرت دارم. هر روز یک چهره نویت میبینم. سعید چقدر خوب برات هیچ خسته کن نمیشه. خسته کن میشه، زیاد خسته کن میشه. آیی تو با ما چطور دروغ گفته میتونی ها؟ دروغ چی سیفدا؟ کدام دروغ؟ گوش کو اونقدر زیاد دروغ میگی که تعجب میکنی که کدامش برات بگویم. البته حقم داری. دروغ نیست سیفدا، فقط به تاخیر انداختیم بعداً میریم. گپا کلان نکن. باز خودت رفته میتاری. من خب برات گفتم من دیگه جایی نمیرم. تو چوری قسم میکنی سیفدا؟ چرا کوشش نمیکنی که کم مرا درک کنی؟ اوه کسی که شما را درک نکنه برای شرم است ملاسم. بگو نیکی تو خودم مسلکتان شامل است چطور؟ من دیگه میرم. سیفدا سعیس برات میگم. خب بگو چی میخوای برام بگویی؟ در بیرون او گل فروش که بود. ده اصل و امرای خود اسلحه را آورده بود. چی؟ از او خاطر از رفتن منصرف شدم. یعنی قصدش تو را بکشه علی؟ کاش که تنها می بودم سیفدا. تهدید کرد که مرا و کسایی را که دوست دارم هم میکشن. تنها تو موندی سیفدا خواهر. نفهمیدم. از نزدیکای ملا صاحب. تنها تو هستی، تو را نباید چیز شود. اگر این ملا صاحب زیاد قار میشه. علی من بدون تو چی کنم؟ من بدون تو چی کنم؟ ببینم که کی است. برای شرم است ملا صاحب. نمی شرمی که یک دختر جوانه اینجا در خانه تو آوردی. ای وای ملا گفتیم از خوبی ما استفاده کردیم. ده این منطقه میخوایم قسم یک گلگو باشی؟ این منطقه از خود شرف و ناموز دار. این چه قسم یک کار است؟ باز خودم ملا هم میگم. علی جان این چی کار است که تو کردی؟ ما ترا چی فکر میکردیم؟ علی دختر کی است؟ با کدام مناسبتی را در اینجا آوردی؟ چطور تانستی تو یک کار کنی؟ ما از تو یک توقع نداشتیم. شرم است. این ملای چیزا تابلو نداره. ما مردم هم میزن ابروی ما را به خاک یکسان میکنه. بیاد راه تو آدم ما را نباید اینجا باید. این کار ما قبول نداره. باز کارای شیطانی اگه میکنه. کت شروسی میکنی بکو، اگه نمیکنی از خانه بیرونش کو. نباید تو یک کار میکردی ملا علی. با خدا باورم نمیشه. با خدا بعد از من. احترام ما را به شیانت رسوندی و ملا. دیگه چی رقمش است؟ هیچ شرم نداری که تو یک کاری کنی. دیگه را خوب کم بود کار ملا هم شروع کرد. یک دختر جوان چطور در خانه خود جای دادی؟ ران در کمر دیو ملا. برات بد است. بعد از نباید تو یک کار میکنی. شرم است با. ما هیچ فکر نمیکردیم. هیچ شرم نداره که تو یک کاری کنی. بعد از بچه باز استاد از لق سلام میکن. یک چیز خوب بگو. گمگاه نشدی. یک جواب خوب بدن. بگو نه؟
من زن علی هستم. شهر بچه بیچی حالن تو ملاسی نباید یک کار میکنی. یک کار میکنی هیچ از خود وجدان نداری. ما با هم عروسی کردیم. هیچ خبر نداشتیم. های کدام روز شما عروسی کردین؟ ما خو هیچ خبر نشدیم. شما عروسی کردین ها؟ خداوند خوشبختشان کنه چی بگویم؟ نه امکان نداره. چه وقت عروسی کردن ها؟ جانم هر طرف می رفتن ای قسم گشتن مناسب نبود. حالا ای قسم بهتر شدن علی هنجا. چت یاد نگو سیفتا. تو چی وقت عروسی کردی؟ عروسی چی؟ بله دکتر، ما با هم عروسی کردیم. سیفدا بیشتر از این پود کردن نمیتونستیم نی. دروغ است. تو دروغ میگی سیفدا. کتی یادم عروسی نکدی. میفهمم دروغ است. نکو. به خاطر نجات دادن یادم دروغ نگو. خودت آتش ننداز. سر خود ظلم نکو سیفدا. چی میشه؟ لطفا نکو. اینا عروسی مروسی نکدن به خاطر که روی بیادبی خود پرده بندازن تو میگن. هنوز حتی پدر و مادرشم خبر ندارن. به خاطر که مردم منطقه در اینجا جمع شدن و فقط به خاطر نجات دادن یادم دروغ میگم. میفهمم. البته دیگه. چرا دروغ باشه جانم؟ عروسی کردن دیگه. اما تو نیست علی خان جان. یعنی ای که دروغ میگن نمیفهمم، اما از وضعیتشان معلوم میشه که عروسی نکردن. به خاطر که عروسی کردگی معلوم شوند با چه قسم باشه نفهمیدم. دروغ میگی دخترم، دروغ میگی. دروغ این دیگه چه قسم عروسی است که ما خبر نداریم. نمیفهمم با خدا. البته کارسازی کردن. چی وقت عروسی کردن که ما خبر نداریم؟ منطقه با ما برو نمانده. این دختر چی میگه؟ چی وقت عروسی کردن؟ تو چی چت یاد میگی ها؟ ملالی اصل و اساسی قضیه چی است؟ سیفدا یعنی دروغ میگه؟ ها؟ نه که دروغ میگه. با ما واضح بسازین. سیفدا راست میگه کاکا علی ها. ما و سیفدا عروسی کردیم. حال داخل میرم و دروازه بسته میکنم. وقت دوباره واز کردم. اگه یکی شما را در اینجا دیدم بازی قسم امرویتان گپ نمیزنم. های تبریک باشه. های خدا خوشبختتان بسازه. دویگو دخترم صبر کن. کی را میگم دخترم؟ دویگو
سیفدا چطور تونستید یک کار کنی؟ چطور تونستید یک دروغ بگویی؟ وقت مردم به منطقه درباره تو قسم گپای بد گفتن تحمل نکردم. نمیخواستم درباره کدام فکر بد کنه. خب مام یک دفعه او گپ از دانم برآمد دیگه. همین قسم یک دفعه از دانت برآمد؟ این گپ نیست که یک دفعه از دانه کسه برای سیفدا. گفتی عروسی کردیم، زن و شوهر هستیم. خب گفتم دیگه چی میشه؟ تحمل نتونستم که از خاطر من در وضعیت سخت قرار بگیری. یعنی به خاطر که خواستم تو رو نجات بدم. چرا نمیخوای درک کنی؟ با دروغ هیچ چیز نجات پیدا نمیکنه. اگه تو هست پس چرا خودت دروغ گفتی ها؟ چی دروغ گفتی؟ خب گفتی دیگه نی؟ اگه قدر راستگو هستی میگفتی که ما عروسی نکردیم نی؟ سیفدا من به خاطر که در وضعیت بد قرار نگیری و قسم گفتم. اینو دیدی دیگه؟ عین چیز است نی؟ عین چیز نیست سیفدا، عین چیز نیست. یعنی چی که عین چیز نیست؟ من به خاطر که تو در وضعیت سخت قرار نگیری و قسم گفتم. اگه نی او قدر علاقه نداشتم که بگویم ما عروسی کردیم، فهمیدی؟ فقط یک دروغ بود و یک عروسی تقلبی است و خلاص. گپ بزنه. تاکاجی کجاست؟ ها؟ اون نامرد پست بی غیرت در کدام سراخ پد شده؟ بگو لعنتی. گپ بزن. بخیز از جای. بخیز. گپ بزن. بخیز. بگو. گپ بزن. نامردم من از خود تیر هستم. خداوند جزای شما را بده. امرای من یک دختر بود. دختر میفهمی یا نه دختر؟ چطور شما حمله کردین؟ چطور جرأت کردین؟ کسی که در دنیا یک ذره عقل داشته باشه این قسم یک کار نمیکنه، اما شما خو عقل ندارین. چه قسم بی غیرت مردم هستین؟ برام بگو. گپ بزن. بگو. چی جریان داره؟ اکرم ایره بلند کن. بخیز لوده. بلندش کن طرف ما ببین. گفتم بخیز دیگه لاش. پیلوت چی گپ است بیادر؟ موضوع چیست؟ بدت تا بالا کجا گم بودی؟ کجا بودی ها؟ ای آدم را که تو پیدا نکدی بعض دوستای ما پاکت کده روانش کردن. تو کجا بودی بدت؟ کی روانش کده پیلوت؟ کسی که آدم پاکت کده با ما روان کده امکان داره که دوستای ما باشن؟ واضح است که کت تاکاجی میخواین بیشتر دشمن شوی. تو چی گفته میری؟ ها؟ چی گفته میری؟ ای آدم ها سر حریم خصوصی ما حمله کردن به خاطر که دشمن شون. تو کجا بودی؟ اونا شاید پشیمان شده باشن بیادر. تو هم راست میگی. های چطور در فکر من آمدی گپ؟ حالا برو در فکر من خون آمد. حداقل تو خود در فکرت آمد چطور؟ ای که من اصلا پشیمان نمیشم. میفهمی دیگه؟ ها؟ یک چیز دیگر هم فراموش کردی بدت. اگه انگشت من دماشه باشه باز من آرام بودن نمیتونم میره بفهم. پیلوت اکرم ایره بگیرین از دروازه پشت سر ببرین کسی نبینه. در پیش روی یکی از گدامای تاکاجی بندازینش. فهمیدی؟ پیلوت صبر کن. واضح است که کار به یک نقطه رسیده که هیچ راه برگشت نداره. پیش از اینکه تاکاجی نفهمیده که آدمش کشتیم باید تاکاجی را بکشیم. این حال صحیح شد بچه. سیفدا در گپ عروسی دروغ مروغ بودن نمیتونه. عروسی یک تصمیم بسیار بزرگ است. کدام بازی طفلانه نیست. یعنی ای که به هر کس دانه اعلان کردی که ما عروسی کردیم. کجای از این راست است؟ خب گفتم دیگه چی خود شد؟ تیرش کردیم نی؟ به یک مدت هم بی قسم فکر کنن. نه که تو از یک عروسی ما تقلبیست ناراحت شدی؟
سیفدا ما چی میگم تو چی میگی؟ هم به این کار باید یک راه حل پیدا کنیم. چی قسم باید یک راه حل پیدا کنیم؟ نه دیگه این خو نمیگی که واقعا باید بریم عروسی کنیم ها؟ به این گپ دیگه چی ربط داره سیفدا؟ البته که میریم با کلگی میگیم که ما با هم عروسی نکردیم. یعنی میخوای من رو دروغگو بکشی؟ سعیس دروغگو بکش. اما خودت چی؟ تو هم در پیشوری کلگی گفتی بله ما عروسی کردیم نه؟ دروغ خودت چی قسم توضیحات دادی؟ بگویم طلاق گرفتیم چطور؟ بگویم طلاق گرفتیم؟ بله میگیم مثلا طلاق گرفتیم. تو خود میگفتی با دروغ چیز جور نمیشه. یا هم خود یک دروغ دیگه است نی؟ اگه دروغ از دروغ باشه بیازو ما با هم عروسی نکردیم سیفدا. اگه عروسی نکردیم باز نیازم نیست از هم طلاق بگیریم. یعنی منظور طلاق تقلبی؟ عروسی خود جدیست. پس طلاق گرفتن جدی نباشه چطور مناسب؟ ببین سیفدا حال هیچ وقت مذاق نیست. ای که حالا چی کنیم دی باره فکر کن. سعیس گپ تو رو میکنم. میگم طلاق گرفتیم اما باز اون وقت من از این خانم میرم فهمیدی؟ نه ایتو یک چیز امکان نداره. به خاطر دمن بودنت باید تو دم اینجا باشی، خصوصا بعد از اون اتفاقی که در نمایشگاه افتاد. دیگه هیچ وقت برات اجازه نمیتون. سعیس اما در این صورت مجبور مردم ما رو زن شوهر فکر کنن. اگر دیگه رقم در این خانه بودن نمیتونم. بله خاله خیریه باید هر چی زودتر اینجا بیاین. چی گپ شده توکچه؟ سیفدا کتالی عروسی کده. چی؟ عروسی چی ها؟ چی شده خیریه؟ ما وقتی شنیدم زیاد تعجب کردم حتی باورم نشد. اما فعلا سیفدا کجاست؟ در خانه علی. اینم از زود میایم. درست است. گفتم چی گپ شده زن؟ چیزی که فکر میکردم همون بلا سر ما آمد. خانم چی شده بگو زود شو. من خو هیچ نفهمیدم. هم یالا توکچه در موبایل گفت که علی و سیفدا عروسی کردن. چی؟ چی چطیات است توکچه؟ سیفدا چی توی قسم یک کار کردم میتونه؟ آقای کار آرام باشین. باور کنین مام چیزی را نفهمیدم. چطور نفهمیدی توکچه؟ کلی چیز تو پلان کرده بودی. به خاطر که جدا شون کل مردم به جانشان روان کردی. اما کلی چیز بدتر شد. حال مردم میگن که با هم عروسی کردن. ببینین به نظر مام 100% دروغ میگن. دروغ است. من همیشه در کنارش هستم. همیشه کتی سیفدا یک جای میباشم. چی وقت با هم عروسی کردن؟ اگر عروسی میکردن باز من خبر میشدم. ما ای آدم چه قسم از بین ببریم؟ ها؟ ای آدم کرموش واریست. ای که چی وقت از کدام سراخ میبرای هیچ معلوم نیست. ما او را از سراخش بیرون میکنم. چه قسم بیرونش میکنی ودت؟ با تا کجی زنگ زده. برش میگم که میخوایم تو را بفروشم برش. باور نمیکنه بچم. باور نمیکنه. در این دنیا هیچ کسی هیچ یک از بندای خدا باور نمیکنه که تو بخوای مرا بفروشی ودت. باور خواد کت پیلوت. برای که تو بچی اصلی پدرم نبودی اما او تو را از مکه زیاد دوست داشت. اما یگان گپا به یک شکل برش میگم که من این وضعیت قبول کردن نمیتونم. برش میگم که به خاطر نجات از تو بسیار وقت است که برات پلان میسازم. یعنی به درد میخوره؟ میخوره. به درد میخوره. فریبش میتم. سرتا ده پتنوس طلایی برش تقدیم میکنم. دانش اوقات زد. فکرش مخشوش میشه. با تا کجی زنگ زده. برش میگم که در یک جای نامعلوم میبینیم. ده همونجا او آدم از بین میبرم پیلوت. درست است بیادر؟ درست است. در او صورت خیلی تو ارتباطت برقرار کن. همراهش ملاقات کن. اگه فریب بخوره از چی بهتر. وقتش که رسید مغزایش باد میکنم بفهمی گپا. فقط تو موقع مساعد کوه دار دیگه شب ما بان. ای قربان خدا شوم من. سعی کچی یک طالعی دارم.
مادر یک دقیقه اجازه بدی اصلا ما آرام کرده بیایم، درست است؟ خانم دیگو خانم دیگو خانم دیگو خانم دیگو خانم دیگو خانم دیگو خیریت باشه، کجا روان هستی؟ شما خوب هستین؟ خوب هستم، لطفاً از پشتم نبیا. خانم دیگو اما زیاد خوب معلوم نمیشن. گفتم خوب هستم، لطفاً مرا راحت بان. پیلوت بیادر ازگی را دیدین چطور؟ نه ندیدیم. من که از او چی داده گرفتارم که ببینم. خانم دیگو خانم دیگو پیداش کردم. ازگی خدا داد آقا پیلوت دیدی یا نه؟ دیدم. تو مرا دیدی؟ در کجا دیدیش؟ در اون جگه از پشت دیگو خوار تیز میرفت. تو دیگو خواهر بیبی باز میگه که من کتش کار ندارم. ازگی تو زیادتر چی را خوش داری؟ تنهایی را. ما هم تنهایی را زیاد خوش دارم. با هم یک جا تنها باشیم؟ به خاطر تنها بودن یک جای خوبه بلد هستم. باور که جای خوبیش هست. خدا داد تو فکایی گفته رایستی؟ نه نمیگم، اما فکایی هم یاد دارم. برات فکایی بگویم؟ نه درست سال کار دارم، درست از خدا داد بعدن باز. چقدر وقت بود؟ وقت زیاد، حتی به اندازه که هیچ وقت فکرشم نکردی. فکرش که نتانم باز هیچ وقت تو قدر وقت نیست. بالاخره فهمیدی. چی را فهمیدم؟ درست از خدا داد، حالا دیگه من میرم. درست از من کار دارم. هیچ وقت میخوایم تنها باشم، فهمیدی؟ خدا داد میخوایم تک و تنها باشم، فهمیدی؟ فهمیدم، البته که فهمیدم. چرا برام تکرار میکنی؟ نه که من احمق هستم. زیاد دختر مقبول است، اما کمک ساده است. ساده و ساده، اما در ساده بوده رو مقبول است. قندولک من کمی دیر گپم میفهمم. خیلی قصهش نشو، من امروزی جور میایم. جانم است. چی جریان داره بداد؟ خبر شدم پول محصولات به افراد ما تسلیم نکدی. پول دادن آسان است تا کجی، مشکل دیگه وجود داره. پیلوت سر ما شک میکنه. او مشکل تو است وداد جان. رئیس تاکاجی با شک نه، با معلومات کار میکنه. که تو یک تفاهم کردیم، یادت است یا نه؟ پول را که وعده کرده بودیم او را باید وقت تسلیم میکردی که پیلوت نفهمه سرت. پیلوت از کار کردنم امرای تو امروز نه، اما یک روز خبر میشه. چشمش همیشه طرف ماست. برات میگم که هر لحظه امکان داره امر حمله را به تاکاجی. خواهی از ما چی میخوایی بداد؟ با کمک ضرورت دارم. باید همدیگه را ببینیم. فهمیده میشه که ترس مرگ تو را از کار انداخته ودت ترسو. خوب که پس میبینیم. متوجه باشی که پول یادت نره. درست است. دیگه چیزو را در واتساپ برات روان میکنم. ملاقات تنظیم کرد. تاکاجی ساعت و جایش روان میکنه. منتظرش هستم. هستین؟ نیستم.
اینجا بیشی. ما و سیفدا با هم عروسی کردیم. او میخوری علی؟ نه زنده باشی. علی تا کجی پشت نفر روان کده بود نه که با هم جنگ کده؟ بله هنوز نو شروع کردیم. حساب هر کار را که کده دانه دانه ازش پرسان میکنم. گوش علی، ما با این خاطر نامور رو ندادم که با هم جنگ کنین. او یک شبکه داره که در بین مردم زیاد نفوذ کده. مرمیره که سرو فیر میکنی فقط خونو را نمیرزانه. خیده و صورت کار به انجام دادن نیست آقا کرد. از کم کم از زیاد میره. بعد از این لحظه تا کجی دیگه از دستم نجات پیدا نمیکنه. اول خواه حسابو جسد ساختگی نمیپردازه، بعدش هم کاره را که امرای سیفدا کده. علی چرا نمیفهمی بیازو همه چیز واضح است. در پشت سیفدا به خاطر آدم انداخته که میخواست تو پشت و جسد که روان کده بود طلا کنی تا به او نرسی، اما تو پیداش کردی. سیفدا بعد از این دیگه در خطر نیست. کلش به خاطر بود که ما را به جان هم بندازه، اما موفق نشد. اگر تو سر او حمله نکنی بازو سر تو حمله نمیکنه. علی بیبی یک چند روز به ما اجازه بده، ما به حساب تا کجی میرسم. ما خودم میخوایم حساب از رو یک طرفه کنم. آقا کرد شما تشویش نکنین. خبر شدم کمرای پیلوت یک جای کار کده. به خاطر که به سیفدا کدام ضرر نرسه پشتش ایلا کده بودم، اما فعلا نظر به ای که سیفدا دم نیست. اولین فرصت به دیدن اون میرم. اگه مشکلش انداختن ما به جان هم باشه باز حسابی کارشم خود پرداخت. بر علاوه حتما درباره بیادرم هم کدام چیزی را میفهمم تا که تانسته با جسد ساختگی مرا بدان بندازه. شاید هم واقعا بفهمه که بیادرم فعلا در کجا هست. اگه میخوایی که به ما کدام خوبی کنی آقا کرد باز تا کجی را به ما پیدا کن. در پالیدن و بنا حق مرا مصروف نساز. علی مایی بدی را دقت نمیتونم. تا کجی خو مهم نیست، اما کسایی که در پشت او هستن مهم است. نمیخوایم که تو زندگیت از دست بدی. اگه به تعقیب تا کجی ادامه بدی باز چیزی که سرت میآید ای که کی در تابوت جسد کی را پیدا میکنه ای را خاطفه میده آقا کرد. علی با تشکیلات بر نمیگردی، از تصمیم خود منصرف نمیشی. اگر سر تا کجی حمله کنی باز وقت ما تو را نجات داده نمیتونم. یا زندانی میشی یا به قبرستان میری. از کار خود پشیمان خود شدی علی، نکوی کاره. من حال دیگه درباره خود فکر نمیکنم آقا کرد. فقط یک جان از خداوند قرضدار هستم که برش بودم. یک کار کرده حتما باید مانی علی شود. نباید بانم که از پشت او آدم بره. رئیسای وضعیت زینب خراب شده در شفاخانه است. زود باش که بریم. علی با هم گپ زدن میتونیم؟ البته. مشنوم. حالا خب میفهمی از این به بعد مسئولیتات زیادتر شدنی؟ چطور یعنی؟ خب ما با هم عروسی کردیم دیگه. نیک عروسی مو ساختگی نیست؟ بله این عروسی خود ساختگی است، اما فعلا کلگی خود حقیقت فکر میکنن، همونطور نیست؟
خب حالی چی مونا میته؟ خب حالا این مونا را میته که از این بابت دیگه نمیتونی سر به خود کدام کار کنی. سیفدا منظورت نفهمیدم. برام واضح بگو که چی میخوای. جانم دایی چی که پس که نفهمی ها؟ به تو مسئولیت یک مرد عروسی شده را یادآوری میکنم. فقط همه قدر دیگه. فهمیدم. یک معلومات دیگم با دست آوردم. دیگه زندگی ده خطر نیست. یعنی دورین فرصت با مردم حقیقتا گفته از یه عروسی ساختگی نجات پیدا میکنیم. سیفدا درست است؟ یعنی تو میخوای از من نجات پیدا کنی ها؟ سیفدا من می قسم گفتم. کاملا گپ دلت گفتی. سیفدا چی گپ است؟ پایت چطور شده؟ کمی دردش خوب شدنی یا نشده؟ خوب نشده. فکر کنم هیچ وقتم خوب نمیشه. خوب میشه. ما چی در دایره که ندیدیم خانم دیگو. کلش گذشت. حتی یک روز در زد و خورد در شانه من مرمی خورد. خودت هم شاهد هستی. وقت زخم آدم گرم باشه باز هیچ حس نداری، اما بعداً باز بسیار درد میکنه، بسیار زیاد. منظورم از زد و خورد یعنی که مربوط من نمیشه. وقتی دیگر را با هم دیگر جنگ میکردن باز من در بینشان آمدم. مرمی کار است دیگه. چشم خونه داره که بفهمه کدام سو میره. یعنی منظورم ایست که هیچ دردی تا زنده هستی دوام نمیکنه خانم دیگه. یعنی شما فکر میکنین که نمیگذره اما ترس؟ من به او خاطر قسم یک چیز گفتم. اما بعض دردا او قسم نیست. میفهمین انسان یگان وقت داتی یک درد بند میمانه که حتی نمیخواه که او درد بگذره. قسم برش معلوم میشه اگه او درد بگذره باز چیز برش نمیمونه. یعنی اما قسم است. تو هم راست میگی. اما یگان وقت انسان باید زهر را که در درونش از کشیده دور بندازه. باید به اندازه جسور باشه که بتونه جسد آرام دفن کنه. بالاخره هر آغاز جدید یک قربانی میخواید. ما اینقدر جسور نیست. سیفدا اگه من میخواستم از تو نجات پیدا کنم باز نصف شب به خانه آمده تو را از اونجا گرفته اینجا می آوردم. تو مرا غلط درک کردی. من برای تیره گفتم که باید از این موضوع عروسی ساختگی خلاص شویم. نگه نیم من تو را تو مرا چی؟
من به تو زیاد ارزش قائل هستم. سیفدا بیبیده ای کارا هیچ مذاق نمیشه. تو درباره زندگی من میفهمی. در زندگیم هر کسی که بود کلشانه دانه دانه از دست دادم. بعدن یک بار دیدم که قلبم به یک صحرای خشک تبدیل شده. بیا پیش بیا. پیش گفتی؟ اینجا بیا. بیا که تو را بگیرم. خوش آمدی پشکک. وای چقدر تو شیرین هستی. بیا که کم تو را نوازش بدم. وای چقدر چشمایت مقبول است جان. پشکک مقبول. مادر یک دقیقه آرام بودم. میتونی؟ آرام چی دخترم؟ آرام چی؟ این ما چی مشنیم دخترم؟ امکان نداره عروسی کده باشن. دیگه ای که چلام در دستشان نیست. حتی وقت سیفدا گفت عروسی کده مولا علی تعجب کرد. در او سر چیزی که مربوط ما میشه اوی است که با استاد علی یک محفل عروسی بگیریم.